بسم الله الرحمن الرحیم. نام من محمد صادق عاکف از ولایت لوگر هستم، یعنی باشنده ولایت لوگر. فعلا در وزارت امر معروف به حیث سخنگوی وزارت مسئولیت و خدمت دارم و کارهای امر معروف وزارت امر معروف در 3 بخش تقسیم شده. یک بخش اقامه معروفات و ازاله منکرات در جامعه و دوم اقامه معروفات و ازاله منکرات در درون نظام و سوم سمع شکایات. شکایت 3 بخش است. یک بخش شکایت مردم عام از مردم عام و مربوط حقوق و محکمه میشه. یک بخش شکایت افراد امارتی از دیگه افراد امارتی و مربوط محکمه نظامی میشه. سوم شکایت مردم عام از افراد امارت و وزیر باشه، معین باشه، والی باشه، قماندان امنیه باشه، رئیس باشه یا عام مجاهد باشه، از او کسی شکایت داشته باشه، یعنی مردم عام از او شکایت داشته باشه که از دست او حقوقش طلب شده یا خدا نخواسته زده شده باشه یا اموالش گرفته شده باشه از طرف افراد امارتی، مردم عام میتونه که به وزارت امر معروف شکایت خود بیاره و شکایت خود درج کنه. به شکایت رسیدگی شده. تقریبا در جریان سال گذشته در حدود 5000 شکایت ثبت شده که ما ثبت شدن شکایت بخش و نمبرای واتساپ هم دارم، از ایمیل هم ثبت میشه و برای راست تلفن هم کده میتونه و به وزارت هم مراجعه کده میتونه و در ولایات به ریاست های امر بالمعروف و در ولسوالی ها به امیریت های امر بالمعروف مراجعه کده میتونه و شکایت خود درج کده میتونه. بله، در جریان 20 سال امریکایی ها و کشورهای غربی در افغانستان بسیار تلاش کرد که تا جای برسه که به اهداف خود، به مقاصد خود با آسانی رسیدگی کنه. خب اما لله الحمد مردم افغانستان یک مردم مسلمان است و در اسلامیت هم یک جای خاص داره که به شما بسیار خوب معلوم است. در جریان یک قرن یعنی 100 سال 3 امپراتوری ها را از بین برد، انگلستان و روسا و پلن که تمام کشورهای کفری بود تقریبا و از رؤسای کشورهای کفری خصوصا از اروپا و از غرب به افغانستان آمده بود، اما الحمدلله نتانست که به اهداف خودشان برسه، زیرا که مردم عام همراه مجاهدین بسیار همکاری داشت و تا جای قربانی داد که در قرنهای نزدیک مثالش ندارم و بسیار به طریقه احسن از دین دفاع کرد. پیش در تالارهای عروسی وقتی که مجالس و پروگرام های عروسی می بود، دختران رقص می کرد، بچه ها رقص می کرد، شراب نوشی بود، استعمال مواد مخدر بود، بسیار منکرات بود. اما پینا الحمدلله هیچ چیزی نیست و مردم را در مساجد دعوت میده، در جای اماکن عامه دعوت میشه، در پوهنتون ها، در مکاتب دعوت میشه، اما بسیار به طریقه خوب. و گفته میتونم که بگویم که یعنی تلاش های 20 سال امارت تانیست که در جریان 2 سال یا 1.5 سال از بین ببره. الحمدلله بسیار به طریقه خوب تانیست. هر کشور به کسایی که در نظام کار میکنه یک اصول خود دارد. امارت اسلامی هم افرادی که از امارت است، در حکومت کار میکنه، در امارت کار میکنه، با وا گفته شده که باید ریش داشته باشد تا که به مردم عام هم یک نمونه باشد و همراه مردم عام از راه توصیه
کارها را به پیش میبرم. هیچ کس مجبور نشده تا بالی که حتمی باید ریش داشته باشه و امرایش رفتار زشت، برخورد زشت و برخورد غیر مناسب نشده. و شما شاید خبر داشته باشی که یک چند وقت پیش در کابل در ساحه دشت برچی یک دریور از طریق محتسب زده شده بود از طرف وزیر امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت شیخ محمد خالد صاحب. او دعوت شد به وزارت، امرایش یک معاونت مالی، کمک مالی هم شد امر دریور و محتسب را از وظیفه برکنار کرد، منفک شد، با محکمه معرفی شد. امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیده که محکمه صحرایی داشته باشه. هر کس اگر یک جرم میکنه او باید به محکمه معرفی شود. به هیچ کس اجازه نیست که در راههای عام یا در جای عام یا در دیگر جای سر به خود کس را بزنه و اذیت کنه و آزار کنه. اجازه نمیده به هیچ کس. او افراد وزارت امر معروف باشه یا از ارگانهای امنیتی باشه، اگر از ارگانهای امنیتی هم کس را میزنه او میتونه که به امر معروف شکایت خود ثبت کنه در وزارت امر معروف، به شکایت رسیدگی میشه و به هیچ کس اجازه نیست که مردم عام را آزار و اذیت قرار بدهد. این مسئله مربوط محاکم است، یعنی تطبیق کردن حدود از طریق محاکم میشه. خب اما ما گفته می‌دارم که بگویم که از طریق محاکم چند وقت پیش یک اعلان شد که 10 نفر سرش در آینده انشالله در وقتهای نزدیک حکم قصاص تطبیق میشه. شاید شما یک چند روز پیش، تقریبا جریان یک هفته میشه که در لغمان سر یک کسی قصاص تطبیق شد که او پیش از یک خانواده 5 نفر کشته بود، سر او حکم قصاص تطبیق شد. و در باره سارقین یعنی دزدها هم در جریان است. بعضی افراد است که باید دستش قطع شود و این حکم خداوندی است، حکم الهی است. در قرآن کریم بسیار خوب آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. در این آیات کریمه الله عزوجل فرموده که دست سارق و سارقه یعنی دوست که مرد باشه یا زن باشه دستش باید قطع شود وقتی که از 10 درهم دزدیش زیاد باشه، اگر کم باشه باز تعزیر داده میشه. و به همین ترتیب کسایی است که سرش حکم سنگسار تطبیق میشه، کسایی است که سرش حکم دوره زدن تطبیق میشه و دیگه اگر کسی مرتکب جرم های دیگه باشه سرش احکام الهی تطبیق میشه. و وقتی که حکم الهی تطبیق میشه امنیت هم میایه. فعلا الحمدلله در سراسر کشور، در تمام کشور امنیت تامین است و در هر کشور بعضی قضیه ها میایه، بعضی وقت ها یک قضیه به پیش میایه. شما بسیار خوب خبر داشته باشی در وقت خلافت های راشده، در وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و زنده بود در همون وقت هم جرایم شده، زانی را سنگسار کرده، قاتل را قصاص کرده. او وقت هم بعضی قضایا و پیش می آمد. فعلا هم بعضی قضایا است، انکار کردن نمیتونم، در جامعه انسانی حتما جرایم می باشه. خب ما که جلوش که گرفته میشه سرش احکام الهی تطبیق میشه، یک فرصت خوب است و در همین باره از کشورهای غربی یا دیگه و دیگه متاثر نمیشم. احکام الهی باید تطبیق شود و تطبیق میشه. شما از این بیخی مطمئن باش. وقتی که احکام الهی تطبیق شود خود به خود امنیت هم تامین میشه. کسی دزدی نمیکنه، کسی قتل نمیکنه، کسی فحشا را دست نمیزنه، امنیت جامعه خودش تامین میشه. و غربی ها و یک چیز باید بگویم که امارت اسلامی تلاش داره که کسای از مجبوریت دزدی میکنه
یعنی از وضعیت بد اقتصادیشان دزدی میکنه. امرای وا کمک میکنه وارا میفهمانه که دزدی کار خوب نیست، کار خلاف شریعت است، باید دزدی نکنه. و کسایی که عادتش است، طریقه کارش است، سریع حکم الهی تطبیق میشه که قطع شدن دستشان است. امی حکم الهی سرش تطبیق میشه. شما هم خبر هستی و ما هم تاییدش میکنم که وضعیت اقتصادی افغانستان فعلا خوب نیست و طوری که اروپا یا کشورهای غربی در جریان 20 سال تلاش کرد که به اهداف خودشان برسه، فعلا از طریق بندیزها و دیگه تلاش داره که امو به اهداف خودشان برسه. بعضی مشکلات ها هست خو الحمدلله امارات کوشش میکنه که به مردم سهولت جور کنه، کارهای اقتصادیشان خوب شوه و به هر کس امو یک لقمه نان برابر شود، در تلاش است. فعلا در اکثر وزارت ها یا گفتم که در بعضی وزارت ها خانم ها کار میکنه و تصمیم دارم که در وزارت امر معروف هم به نام محتسبات داشته باشم و اراده دارم، تصمیم دارم که یک جای خاص با وا جور شود و محتسبات یعنی خانم ها هم کار کنه. در دیگه اداره فعلا کار میکنه و درباره تعلیم مدارس فعلا باز است، زیرا که دوجه اختلاط نیست، حجابش صحیح است، درسش صحیح است. در مکاتب و در پوهنتون ها تا امر ثانی بند شده، خو اما به این معنا نیست که دائمی بند است، یعنی معطل است و در آینده انشالله انتظار وقت هستم که در پوهنتون ها هم باز باشه و درهای مکاتب هم به دخترها باز شود. الحمدلله فعلا چیزی نیست که بگویم که نمیتونم، زیرا که مردم مسلمان است، همکاری میکنه و یک چیز باید بگویم که اما از طریق زور نمیکنه، زیرا که وزارت امر معروف کار سزا و جزا را به دوش ندارد. کار سزا و جزا کار محکمه است. وزارت امر معروف یا محتسبین وزارت امر معروف از طریق توصیه کارهای خود را به پیش میبرد. از مردم ترکیه می خواهیم که طوری که جریان 20 سال افغانستان اشغال بود، یک وقت در ترکیه هم وقتی بود که کس را به مسجد اجازه نمیداد، به حجاب اجازه نمیداد خواهرها را، یا بعض دیگه محدودیت ها بود. افغانستان هم در جریان 20 سال از او وقت بیرون آمد و فعلا وضعیت اقتصادی مردم ترکیه الحمدلله بسیار خوب است و افغانستان از یک حالت بد به پیش میره. امرایش در همی بخش ها همکاری کنه، در مساجد و در مدارس و در یعنی آبادی مساجد، آبادی مدارس، آبادی مکاتب و که تعلیم هم زیاد شود افغانستان، خصوصا تعلیم دینی و یا تعلیم عصری، تا که در آینده در یک حالت خوب مردم افغانستان باشه.